سوار کشتی بشیم. یه چند تا حالت لکه مانند اونور بود. ما امروز اصلا کشتی نداریم، میتونید فقط از این قایقای خصوصی کرایه کنید برید بگردید واسه خودتون. ولی خب ما که نمیشناسیم اینجا رو و مثلا میگفت 4 ساعت میتونی یه دونه قایق اجاره کنی، رنت کنی، 160 یورو واسه 4 نفر. ولی میگم چون ما نمیشناسیم گفتم که نیاز به یه کسی داریم که یه تور لیدر باشه، حداقل ببر بگردونتون. ما کجا بریم؟ بریم مثلا طریق گم شیم. به خلاص حالا همچنان دنبالشیم ببینیم آیا پیدا میکنیم. همشون میگن که مثلا ما یک شنبه داریم یا فردا داریم، ولی یه دونه هم داشت که زیر آب میرفت، نصفش زیر آب بود، میرفت کنار جزیره زیر آب میرفت. متاسفانه اونم یک شنبه بود و ما فردا میخوایم بریم. الان رزرو کردیم، متاسفانه امروز هیچ کشتی نبود، اصلا کشتی نیست. فقط هم باید اون قایق رزرو کرد. یه دونه کاپیتان میاد ما رو میبره توی جزیره‌ای، بعد از اونجا ما یه 2 ساعت وقت داریم شنا کنیم، استراحت کنیم و برمیگردیم دوباره به همینجا. در کل 3-4 ساعت میشه، ولی بالاخره یه دونه رزرو کردیم. خب اینجا قبلا شهر قدیمشون بوده دیگه، شهر اصلی. یعنی فیلم ها هستش که وارد یه قلعه‌ای میشن، یه دروازه داره. اینجا دقیقا همونه. اگه نگاه کنید یه قسمتی از شهر دور تا دورش قلعه است. همین دیوارا که الان میبینیم اینا اگه نگاه کنید همشون مال چند سال پیش میشه. 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 قلعه بوده. سربازا اون بالا وای میستادن. الان اینجا یعنی اون موزیه شده بازار. گویی هم یادم باشه حتما بهتون نشون بدم. خیلی گوی نداشت، نمیدونم چرا. یعنی ما یالم مغازه پا گشتیم، من فقط یه دونه مغازه دیدم گوی داشت، اونم رفتم داخل گفتم وای گوی، دیدم توش یه خریه. الان داریم میریم دنبال این آقا که سوار قایقمون بشیم. خیلی قایقمون دوره و خیلی گرمه، دارم میبینم گرمه. بالاخره رسیدیم. رسیدیم. جزیره است اونجا. الان هم داریم میریم اونجا برسیم. ما رسیدیم. 1 ساعت تمام تو آب بودیم، یعنی تو راه بودیم که برسیم. بعد اون یارو اونجا بهمون گفته بود که 25 دقیقه راه طول میکشه. ما حساب کردیم 25 دقیقه رفت و برگشت. 2 ساعت هم شنا میکنیم کافیه دیگه، ولی 1 ساعت تو آب بودیم. 1 ساعت یعنی طول کشید تا برسیم. الان فقط 1 ساعت داریم شنا بکنیم یا یه چیزی اگه میخوایم بخوریم. بعد به یارو گفتیم که خیلی کمه. از اون کسی که ما باش پول دادیم باش صحبت کردیم، اون گفتش که میتونید رفتین اونجا هر ساعت اضافه 200 تومن پرداخت کنید. ولی این یارو گفتش که نه نمیشه، باید برگردیم. دو آلمانی هم بلد نبود، انگلیسی بلد نبود، فقط میگفت پروبلم. اومدیم اینجا بریم چجوری 1 ساعت بعد شنا کنیم، همه چیزو جمع کنیم بریم دیگه. انار هم داره، انواع میوه ها رو اینجا دیدیم. انار پیاده شدیم داریم میریم سمت هتلمون یه دوش بگیریم تا همون بخوریم دوباره برگردیم. امروز رفتیم دریا شنا کردیم. بعد من انقدر خسته شدم، یعنی هممون خسته شدیم. مثلا 1 ساعت بازی کردیم، انقدر که خسته شدیم اومدیم خونه آفتاب بود. مامان زحمت کشیده برامون نهار درست کرده، نهار خوردیم و گرفتیم خوابیدیم، انقدر خسته بودیم. نزدیک خونمون 2 تا ساحله، یه ساحله بود که رفتیم سوار اون قایقا شدیم، بدون اشتغال تا همون ساحلم داریم که اونورتره. الان داریم میریم اونجا که شب آخرم کنار دریا حالشو ببریم و برگردیم. Let's go. من دوباره استراحت کردم، نیرو گرفتم، آمدم برای شام میگیرم. شام؟ یا ما قبل بهمون خوش شدهش می‌خواستیم یه شب دیگه هم رزرو کنیم همین جایی که هستیم. منتها گفتن که همش رزرو و جا نداره. ما هر سری از این ور میریم، نگاه کنید. حالا این سری می‌خوایم مستقیم بریم، به قول آلمانی‌ها گراداوس. بکنم اینجا سبز میدانشونه. سبز میدان. وین کلن اینجوریه که به ترانسپورت خیلی اهمیت میدن، خیلی زیاد. مثلا اگه برید وین میبینید که
خیلی جاها پرچم همجنسگراها رو ترنسفور اینا رو کلی جاها زدن. بعد یه چیز خیلی باحال دیگه هم داره، خیابون که می‌خوای چی چراغای آبری که سبز و قرمز میشه یه آدم خالی نیست. یا مثلا دو تا دختر دست همدیگر گرفتن، دو تا پسرن. حالا نشونتون میدم تو ویدیوهای بعدی، حتما سابسکرایب داشته باشین تا ببینید ویدیوهای بعدی رو. نمیدونم داستان چیه اینجا، دخترها جفت از 8 9 شب بعد بیرونن. راست میگه، نمیدونیم چیه داستان. خیلی گروه دختر خیلی زیاده، دو تا سه تا دوستان مجرد مرد در صحنه. فکر می‌کنم اینجا بیاد ازدواج کنید اقامت رو حرف بدم بهتون ها. جون پر دختره، نمیدونم آخه شب وقتی همه دختر بیرون، هم گروهی هم جفت دخترها با هم. مثلا ما یه دختر پسر من دیشب دیدم با چند تا پسر، بقیه خیلی دختر. بچه‌ها استیلتون میام خیلی جالب. اینجا چیزی ما فورشه برای مقدس، خر برای ما فورشه، اینا مقدسه براشون. مجسمه‌هاشو دارن راه میفروشن، براشون مظهر تمدن و سمبوله براشون. الان یکی میخواد اینجا مثلا بگه تعارفت کنه غذا استیل بده ممنون کنه، بگه خیلی ممنون آقای اولاغ. نه دیگه. خیلی خری اینا حال میکنن. اومدیم اینجا که پیتزا سفارش بدیم بخوریم. یه غذای معروفشون میخوام بهتون نشونتون بدم. این صدف‌ها غذای معروفشون تقریبا. کلا غذای دریایی معروف زیاد دارن. شاممون رو خوردیم، همونجور که رعایت کردین. پیتزامون چه شکلی بود؟ اصلا حال نمی‌کنم به پیتزاشون، واقعیت اصلا پیتزایی که ما تو ایران داشتیم واقعا یه چیز دیگه است. بریم به سمت خونه، یه پل خیلی قشنگ سراحمونه. این پل همونه که روز اول اومدیم. از روزی که اومدین یعنی مامان من دنبال کوسه و نهنگ میگرد. چی بود؟ دلفین. میگه چرا ما نمیبینیم اینا رو؟ نگاه کنم عکساشونو زدن. الان یه کوسه از این ور پل میپره اون ور پل یکی رو میخوره. دریا هر چی نگاه کردم ندیدم. خب روز آخرمونه، چون بعد میرفتیم بیرون کارت میداشتیم. بابا ماشینو برد بیرون، من برم کارت رو بذارم سر جاش.
پرواز کنیم. اینم از خونه تحویلش دادیم و بریم به سوی وین. اعلام خطری کرد که گفتش که DEF ماشین کمه. حالا DEF چیه؟ DEF یه مایعیه که اون آلاینده ها رو میگیره و نمیذاره آلاینده وارد هوا بشن و چند وقت بعد اون مایع رو هی تمدید کنیم. مثلا نوشته با 1500 کیلومتر دیگه تموم میشه. بعد دیگه این DEF ماشین هم الان کم شده و متاسفانه سرویس رنج رووری توی این شهر ما پیدا نکردیم. یه دونه سرویس پیدا کردیم که میتونه انجام بده. حالا اومدیم دیاگ زدیم، منتظریم ببینیم که میتونه کاری انجام بده یا نه. این آقای گفتش که فقط باید برید سرویس خود رنج‌روور، چون که یه مایه خاصیه، مایه گرونی هم نیست، مایه ارزونیه، خیلی پولش نمیشه، ولی حتما باید ویژه خود ماشینتون باشه. اسمش هم ادبلوه. گفت میکس اصلا نکنید، بعد اگه اون تمام بشه ماشینتون استاپ میکنه دیگه ماشین نمیره. ما 1000 کیلومتر حالا میتونیم با ماشین راه بریم و میریم حالا وین. از اونو خوردیم اومدیم بیرون. تجربه اصلا خوبی از حالت دریایی نداشتیم، خوشمزه نبود، گرون بود و نمی سوار ماشین شیم بریم سمت وین. وایستادیم کنار دریا، یعنی بیابونه ها، ولی باز باید پول پارکینگ بدیم. گیری کردیم زمانی یکی بیاد بهمون بلیط نداشته باشیم داغون شدیم. توی واقعا بیابون رایگانه داشتم پرداخت می‌کردم، بعد یه خانم گفتش که رایگانه نمیخواد پول بدی، هرچند پول یورو هم قبول نمی‌کرد، نمیشه فقط پول چیز، پول اینجا کونا. آبین از دریا باش از زلاله می‌بینی. کنار آب بودیم، خیلی خوش گذشت. بالاخره مرز اتریش رو داریم رد میکنیم، از اسلوونی وارد اتریش شدیم. ما رسیدیم به خونمون. مرسی از اینکه تا الان اینجا ویدیو همراهم بودیم. امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو واسم بنویسید، حتما میخونم. لایکتون نره، زنگوله هم بزنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.